یه وقتایی هست میای شیت رو، داکیومنت رو، اسلاید رو با یه سری از دوستا یا همکارات شیر میکنی، بعد میبینی که تغییرش دادن. یه وقتایی هم از مجبوری که به عنوان ادیتور شیر کنی و با ترس اینکه نکنه تغییرش بدن، نکنه دستشون بخوره، نکنه فرمولایی که زحمت کشیدم رو بیان و مثلا ناخواسته پاک بکنن یا تغییرش بدن. برای اینکه این ترس از بین بره، حتی وقتی که به عنوان ادیتور یک شخص دسترسی میدیم، اومدن و یک راهکار جذاب برای گوگل شیت و کلاً ابزارهای مرتبط با گوگل طراحی کردن. توی شیت شما کافیه که مثلا بیاید پروتکت شیتس رو انتخاب بکنید. با انتخاب این گزینه میتونی بگی که آقا مثلا not anyone، به طور مثال میگه دیسکریپشن بذار، مهم هم نیست میتونی نذاری، میگه کدوم شیت رو، جی پی تی رو، به جز چه فضاهایی. من میخوام بگم کلش، اصلا میگم کلش رو نمیخوام اجازه بده. ببین restrict who can edit this range only you. اگه بخوای به یکی دیگه هم بدی مثلا دسترسی رو، میتونی کاستوم بزنی، میگی که آقا من میخوام به ایشون و ایشون و ایشون دسترسی بدم، مابقی تیکاشون رو برداری. این هم میگه که خب وقتی میخواد طرف ادیت کنه یه وارنینگ نشون بده، بگه حواست باشه ها، سینا میاد بالا سر تا نگران کننده است، ولی بهتره کلا ببندی، چون کسی که به وارنینگ توجه نمیکنه. ولی این باعث میشه که بتونی این فضا رو مدیریت بکنی. حالا برای اینکه ما اینجا مثلا ببینیم، من بیام با مثلا یه اکانت دیگه هم این رو شیر بکنم، مثلا بگم که myfiles.sino.gmail ادیتور. خب حالا این میتونه بیاد و ادیت بکنه دیگه. ببین الان میتونه ادیت بکنه، کافیه من اینو بردارم دیگه. اون اکانت من نمیتونه بیاد اینجا رو دسترسیاش رو مثلا تغییر بده، بیاد اینو عوض بکنه، نه. و خب این اتفاق جالبی. اگر هم از این تب سوالت شد که مثلا جی پی تی یعنی چی، این چرا اینطوریه، تابع جی پی تی چیه، میتونی ویدیوی شماره 32 یا ویدیو قبلی این درس رو ببینی و با ما همراه باشی. لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره. معرفی کنید ما رو به دوستانتون اگه برای شما هم مفید بوده و خیلی انرژیتون میتونه به ما انرژی بده که با قدرت پیش بریم. دم شما گرم و فعلا.